این آموزش رو هیچ جا رایگان بهتون نمیگم، ولی من اینجا میخوام بهتون رایگان آموزشش رو بدم. پس سیف کن تا گمش نکنی. من میخوام گل استبادی بسازم با رزین. به 3 تا چیز نیاز داریم: رنگ خمیری، رزین خودش و رنگ جوهری. رزینمون رو که درست کردیم به اندازه قالبمون یک کمشو برمی‌داریم با رنگ خمیری قاطی میکنیم. همینطور که داریم میبینیم من رزین بیرنگمو ریختم تو قالبم، وسطش ورق طلا گذاشتم و رنگ خمیری هم بغلش. بهش 20 دقیقه زمان میدیم. بعد از ریختن رزین بیرنگ 20 دقیقه زمان میدیم تا به غلظت برسه. اینا هم سینه های خوشگلمون هستن برای مشتری عزیزمون. بعد رنگ جوهری درست میکنیم، یکم الکل میریزیم. بعد اومدم دورشو قرمز کردم تا یکم شبیه گل بشه. همینطور که میبینید دور تا دور ورق طلامو رنگ جوهری میریزم. سعی کنید مثل من دونه دونه بریزید، یهویی نریزید تا پخش نشه. ببینید داره باز میشه. اگه زیاد بریزین توش خیلی باز میشه، میره تمام قالبتون رو میگیره. همینجور که داریم میبینیم رنگ خمیری من به غلظت رسیده. شل دیگه نیست. اگه شل باشه شما هم دقت کنید، اگه شل باشه میره ته، چون رزین بیرنگ سبکتر از رنگ خمیریه که با رزین قاطی شده. یکم زمان بگیریم. بعد 20 دقیقه میایم سرشو لیوان و سرشو یکم خم میکنیم، همینطور که داریم میبینیم تا نازک بریزه. دایره‌ای فرم میدیم، آروم آروم. میبینی نمیره ته. بعد با چوب بستنی یا سیخ چوبی، فقط ترجیحاً نذارین به کف قالبتون بخوره چون خراب میکنه قالبتون. بعد مرور بهش فرم میدیم. از بالا به پایین میکشیم. اول بزرگ بزرگ میکنیم، بعد هر جا خواستیم میتونیم کوچیک یا بزرگ بذاریم بمونه، مونده به سلیقه خودتون دیگه. من اینجا بزرگ بزرگ میکشم اول، بعد کوچیک کوچیک میکشم از وسطاش. ببینید وقتی هم رسیدیم به ورق طلاتون، اونجا با کاغذ اسمالی پاک کنید. سرشو پاک نکنید رنگ خمیری سفید پخش میشه به جاهای دیگه، کارتون زشت در میاد. ببینید چه خوشگل شد. بعد کوچیک کوچیک میکنم. من هر کی حالش بد باشه میگم که با رزین کار کن، چون رزین یه تراپی دیگه. آدم وقتی حوصلش سر میره میتونه با این یه چیزایی درست کنه که حال خودش هم خوب باشه. بعد برعکسش رو میکشیم، از پایین به بالا میکشیم تا شکل قالبمون بشه. میبینید شکل قالبمون برجستگی های بیرونی داره. گل استبادیه. اگه از آموزش‌های من خوشت اومد حتما صفحه‌مو دنبال کن تا آموزش‌های دیگه رو رایگان بتونی ببینی. شاید کسایی هستن که نتونن بودجه کافی نداشته باشن برای خودشون کار انجام بدن تو خونه. من اینجا ولی دارم رایگان یادتون میدم. هر جایی که نتونستین بفهمین، متوجه نشدین، به هم کامنت بذارین تا راهنماییتون کنم.